یعنی گیمی که هویت نداره، در تاریخی ترین و مهمترین برهه فرانچایز کال آف دیوتی منتشر میشه. اصلا من نمیدونم چطور ممکنه. من خیلی یاد اتفاقی که بین فیفا و پی اس افتادن. رفتی تو چه ماجرایی واقعا. یعنی ببین 2021 اصلا دوست ندارم در موردش صحبت کنم واقعا. ببین 2021 ما دقیقاً همین حسو داشتیم که چطور ممکنه که اولین فوتبال کنامی برای نسل نو فوتبالی باشه که مضحکه اون خاص شده. ببین یه اتفاق دیگه هم اون سال افتاد که حالا من بهت بگم شاید جالب باشه و این که ما حس کردیم داره اتفاقاتی میفته به عنوان کسایی که از 2006 وینینگ 11 و پی اس رو بازی کرده بودیم. پی اس 2021 عیناً پی اس 2020 بود. یعنی صرف حتی روی یک جلدش هم که من گرفته بودم رو سیزن آپدیت نوشته بود. یعنی ما شک کردیم آقا این اتفاقی یعنی چی، که بعد سال بعدش متوجه شدیم واقعا این اتفاقی یعنی چی. سالی بود که دیگه دوستان باید فیفا بازی کنید، هیچ چاره دیگه ای ندارین. این اصلا در حد کنسول نسل 7 هم نیست این بازی که ما ارائه کردیم. وای بالا نسل نو واقعا.